با سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز کانال ایران توریست. به کانال خودتون خوش اومدید. موضوع امروز برنامه ما در مورد سکه های ضرب دوم هست که سوال خیلی از شما عزیزان بود. در این برنامه کامل توضیح خواهیم داد که سکه های ضرب دو چی هستند و نحوه تشخیص اونا به چه شکل است. تا پایان با ما همراه باشید. قیمت گذاری روی سکه کلکسیونی بر 3 اساس هست: 1 کمیت سکه، 2 کیفیت سکه و 3 جنس سکه. به طور کلی سکه ها بر چند درجه کمیت تقسیم بندی میشن که اونها عبارتند از فراوان، کمیاب و یا نایاب. و اگه شدت بیشتری داشته باشن این کمیت ها میشه مثلا بسیار فراوان، بسیار کمیاب و یا بسیار نایاب. بارزترین دلیل قرار گرفتن یک سکه در درجه های کمیت به تیراژ ضرب بستگی داره که البته رفته رفته حالا سکه ها به هر دلیل که نابود میشن، از چرخه خارج میشن، در گذر زمان میتونه درجه کمیت یک سکه رو تغییر بده و سکه رو از دسته فراوان به کمیاب و یا نایاب جابجا کنه. و باید توجه کرد که وقتی سکه‌ای کمتر یافت میشه و افراد زیادی مایل به داشتن اون سکه در مجموعه خودشون هستن، به خودی خود قیمت این سکه به میزان درجه کمیت اون افزایش پیدا میکنه. این اصل مهمترین دلیل برای ضرب سکه های تقلبی هست. دوستان، سکه ضرب دو در واقع یعنی سکه‌ای که از روی نمونه اصلی به این شکل زده شده، یعنی عین نمونه اصلی، ولی در واقع یک نمونه قلابی هست، یعنی یک نمونه‌ای که شبیه به نمونه اصلی زده میشه و با نام سکه اصلی در بازار به فروش میرسه. اینا سکه های ضرب دو محسوب میشن. البته دوستان، سکه هایی که به صورت ضرب دوم ضرب میشن، حالا اکثرشون مثلا کسی که اینا رو تولید میکنه میاد میگه که آقا من سکه ضرب دوم دارم و قیمتشون پایین هم میشه، فقط صرفا به خاطر اینکه خیلی از مثلا اون عزیزانی که نمیتونن با قیمت بالا سکه های اصلی رو بخرن بیان و این سکه رو در مجموعه های خودشون داشته باشن. البته اینم بگم دوستانی که واقعا به دنبال کلکسیون داری و مجموعه داری هستن هیچ وقت نمیان مثلا نمونه ضرب دو رو در کلکسیون خودشون داشته باشن و به هر نحوی شده سکه ضرب اول و همون نمونه اصلی رو در مجموعه خودشون دارن. سکه هایی که به حساب ضرب دوم ازشون در بازار میارن و میفروشن، حالا ضرب میکنن، اینا اکثرا برای سکه های دوره قاجار هستن. چرا؟ چون سکه های دوره قاجار از لحاظ کلکسیونی و از لحاظ جنس به حساب بالاتر هستن. مثلا جنس سکه ها همشون اکثرا از نقره هست، وزنشون بالای 20 گرم هست و این هم اینا رو در بازار، حالا سکه های کمیابی هم هستن که خیلی از عزیزان در جریان هستن و این سبب میشه که سکه هایی که بیشترین ضرب دو رو دارن همین سکه های قاجاری باشن که افراد سودجو بتونن حالا بیشتر کسب درآمد کنن. البته اینم بگم که سکه هایی که به صورت ضرب دوم کسی که بخواد اینا رو به حساب ضرب کنه خودش شامل جرم هست و این کار جرم محسوب میشه. حالا چطور ما سکه های ضرب دوم رو شناسایی کنیم؟ دوستان، این کار بیشتر به تجربه ربط داره و کسی که میخواد سکه تهیه کنه باید حتما تجربه کافی در این کار رو داشته باشه و یا از مغازه های معتبر و یا اشخاص معتبر این سکه ها رو تهیه کنه. ولی حالا ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که سکه ما ضرب یک هست یا ضرب دو؟ دوستان، سکه‌ای که در دست من مشاهده میکنید یک سکه قاجاری و برای احمد شاه قاجار هست
که میخوام توضیحاتش رو خدمت شما عرض کنم که کامل بتونید اینا رو شناسایی کنید. این سکه ضرب اول هست. دوستان یکی از دقیق ترین نکاتی که شما باید بهش توجه کنید چشم ها، دهن و بینی این تصویر هستش، یعنی پادشاهی که بر روی سکه قرار گرفته. در ضرب اول چشم ها، دهن و بینی کاملا مشخص هستند و هر چقدر با دیگر از نزدیک هم تماشا کنید کامل مشخصه که این سکه هیچ ایرادی نداره. اگه مثلا یه جایش ساییده شده هم باشه باز کاملا مشخصه. این خطهای کنار بینی و خطهای چشم کاملا مشخص هستن و یکی از راه‌های شناسایی همین و اصلی ترین راه همین هست. مورد دوم این لبه های سکه ها هست. این نکته هایی که اینجا دونه دونه شما مشاهده میکنید ریز کنار سکه هستن. در سکه های ضرب اصلی اینا به صورت منظم و شیک همه در جای خود مشخص هستن، ولی در سکه های ضرب دوم بعضی از اینا حالا نیفتادن، چاپ نشدن، مثلا به این شکل مثلا نیستن و کاملا اینا مشخصه. و یا اینجا این کناره ها حاشیه های خاصی دارن که به راحتی میتونید اونا رو شناسایی کنید. و یا در پشت سکه اینجا تصویر مثلا شیر رو اگه مشاهده کنید چشم ها و به حساب اون دهان، دماغش کاملا مشخصه و در سکه های ضرب دوم اینا اکثرا مشخص نیستن و یا این گل ها به این زیبایی دیده نمیشن. و در نهایت در کنگره بیرونی این خط ها کاملا یک دست و منظم هستن، ولی در ضرب دوها بعضا جاهایی مشاهده میشه که اینا یا کج افتادن و یا فاصله دارن. اینجا یک سکه ضرب 2 رو مشاهده میکنید که برای مظفرالدین شاه قاجار هست. دوستان همونطور که گفتم ببینید الان اینجا این چشم ها ایراد دارن، کاملا مشخصه، یه مثلا زائده اضافه تر دارن، نگاه کنید که بر روی چشمش افتاده. و یا اینجا اگه دقت کنید زیر سیبیلش یه زائده اضافه داره دیگه. اینا در ضرب 2 نمیتونن اینا رو کامل مثلا درست کنن. ببینید کاملا مشخصه. و یا در حاشیه ها، در این کناره ها همون خط هایی که گفتم اینجا کاملا مشخصه. و یا این نقطه ها ببینید بعضا هستن نیستن به این شکل، ببینید یا حاشیه اومده روی این نقطه ها و کاملا مشخص است. و کنگره اگه دقت کنید حالا اینجا منظم هست، ببینید یا اینجا شرایطی که افتاده رو مشاهده کنید. و در پشت سکه هم همین سر شیر که کاملا مشخصه که اینجا کامل نیفتاده. در مورد قیمت این سکه ها دوستان، مثلا سکه احمد شاه قاجار الان در بازار مثلا 5 میلیون تومان هست، سکه ضرب 2 نهایتا میشه 500 الی 1 میلیون تومان. و یا این سکه مظفرالدین شاه که تو بازار بین کلکسیون 30 میلیون تومان یا 40 میلیون تومان قیمتشه، این هم نهایت میشه 2-3 میلیون تومان. اونم به خاطر حالا جنس و شرایطی که داره.